مرگ پدر و مادر میراث بوده است، میگوید اپای مبارک. اما مرگ فرزند پدر تیغ الماس. مادر مبارک بر وقت از دنیا میگذرد. 6 دختر و 1 پسر را تنها میگذارد. مبارک دختری ارکه پدر بود. پدر که بافندگی میکرد، مبارک کوچک همیشه کمکش میکرد. با مرور زمان با پول بافندگی همه فرزندان خانه‌دار شدند. پدر هم عائله دار شد. مبارک از روز اول این زن را دوست نداشت. گرچند که به او ضررش نرسیده بود، اما او را چون مادرش قبول کرده نتوانست. یک روز از کوچه آمد که کرته نوی مادرش در تن زنی بیگانه است. داد و وای برداشت. گفت این کرته آچه من است، نپوش، تو آچه من شده نمیتوانی. همین خیل مناسبت ها ویران شدند و زن رفت. با گذشت زمان قسمت برای مبارک خندید. با یک جوان مرد پولدار خانه‌دار شد. راستی پول و دولت چرک دست بوده است. مدتی نگذشته شوهرش بانکرات شد. مبارک جوان بود. از دشواری های زندگی و روزگار نمی ترسید. جگاری می فروخت و با پول آن برای کودکانش نان می خرید. عذاب‌های زیادی را از سر گذراند، ولی به همه‌اش طاقت کرد، چون خواهران دلسوز و مهربان داشت که همیشه در همه کار کمکش میکردند. عمر هم زود گذشت. همه صاحب خانواده، فرزند و نبیره شدند. اکنون زندگی باید در جواب این قدر غمهایش به آنها خوشحالی میداد. اما افسوس، بیماری کووید آمد. بیرحمانه در خانه آنها را نیز کوفت. اپای کلانی مبارک گوهر که هم جای مادرش بود، هم جای خواهرش و هم جای دوگانه‌اش بیمار شد. دخترش عمری جان زنگ زد و گفت خاله جان، مادرم میمیرد، بیایید. با دستان لرزان و چشمان گریان مبارک بالای سر اپاش آمد. اپای خوشروی و نازنین بالای رخت سپید خواب بود. چشمانش نیمراغ بودند. مبارک احساس کرد که اپاش لبخندی کرد و چشمانش را پوشید. جگرش پاره شد. فغانش به آسمان پیچید. پشت اپاش به خاک نرسیده خواهر نازنینش میسره با درد کووید پیچید و مبارک همراهش بود در بیمارخانه تا لحظه آخرین. جان دادنش را با چشمان سرش دید. آه خدایا، چقدر دشوار و وزین بوده است مرگ فرزند پدر. یک وقتی بود که همه در غم جان خودش بود و میسره هم بینوا نبود، بیچاره نبود، زندگی خوب داشت. اما مبارک در بیمارخانه چیزی نیافت تا منه خواهر عزیزش را ببندد. از این رو از غم اپا و خواهرش به بیماری زد. در بیمارخانه خوابید. مدتی 1 ماه آوازش خود از خود گم شد. دیگر حرف زده نمی توانست. ولی بعد از 1 ماه به خود آمد. خدا را شکر گفت. غم فرزند پدر قین بوده است. میگوید اپای مبارک، تا حال می سوزم. خیال میکنم همین لحظه اپای مهربانم گوهر از در می درآید و میگوید مبارک جان، خواهرم، چی حال داری؟ چه وضعی؟ غم نخور، من دربری تو هم. اما افسوس. دوستان، باور کنید فرزندان پدر غنیمتند. همراهشان زیادتر وقت گذرانید. مهربانیشون کنید. خواهر، نشان مادر خواهر، غمخوار غم دل برادر خواهر، آباده این خانه و این در خواهر، فرزند پدر با جان برابر خواهر. هر لحظه مرا خمار مادر گیرد، در آتش یاد او دلم در گیرد. دل را هوس دیدن خواهر گیرد، فرزند پدر با جان برابر خواهر. زد آب و سر کوچه و حولی همه روفت، آواره کار خواهرم هیچ نخوفت. بلبل به سر شاخه سحرگه می گفت فرزند پدر با جان برابر خواهر. از باد سر عقبه بپرسم خبرت، دانم که منم همیشه پیش نظرت. خواهم که بیایم و بشینم به برت، فرزند پدر با جان برابر خواهر. سلام علیکم.
برادران دوستان من حاضر یکی از خطاگی های خودم، یکی از خطاگی های دوستان و یار و رفیقای که در این روز به قدر پدر و مادر نمیرسند. ما همه خطاگی داریم، لیکن بیاین دوستان همین کار دیگر تکرار نکنیم. به قدر پدر و مادر در این دنیای دو روزه رسیم. شما یک لحظه فکر کنید که ما با فرزندای خود، با عائله خود، با جورهامون در طربخانه‌های قیمتی، در چایخانه‌های قیمتی رفته میشینیم، اشکمون رو سیر میکنیم، وقتمون خوش. اما چی؟ مادر در کجاست؟ مادر در خانه انتظار فرزند است. خواب نیست، ساعت 12 شب انتظار فرزند است. کی فرزندی من خانه میبیاد؟ باز به پروانه اشکمی سیر میبیم خانه، اما در یاد ما نمیرسد که با مادرمون از همون جایی که شیشتیم یک لقمه دلخواه مادر و یک ابخادی به مزه یا یک چیزی به مزه با مادرمون بریم. بینید این چی دورانه شده. ما جوانو چیکار کرده؟ پروای مادر نداریم. یا اینکه این روزا بینید ما بچه های یاش گفته با سونی پدر و مادر چقدر داد میزنیم. یک سخنی بیان میکنن ایسون ما 10 مرتبه آواز بلند میکنیم. همین هم از روی مردی شد دوستان. این روزا در بری ما بسیار انسان ها هستند که همین گناه هستند. من یکی از گناه های خودی من هست در همینجا. من کسی را گناهگار نمیکنم، لیکن برای همین چندین نفری که هست برای هوایو گاو میزنیم. برای همین همه وقت پدر و مادر حرمت و احترام کنید. پدر هم به نهایت چیز خوبه در این دنیا. بینید پدر این نصیحتگری فرزند است که با فرزند راه درستی کار می آموزد، با پند و نصیحت درستی زندگی را می آموزد. ما دوستون پول دیم چیکار میکنیم؟ نه یادی پدر نه یادی وای، کارمون تمام جورابازی. این دنیای دو روزه جورابازی شده. یک لحظه را دعای مادر گیر، یک لحظه را دعای پدر را گیر. شین کمی همراه آنها صحبت کن، مثل کودکی صحبت کن، مثل چگونه که در کودکی پسر مادر خود را و پسر پدر خود را دوست می‌داره، همان گونه صحبت کن که مادر یک لحظه دلش به تپش آید که فرزندی من با من صحبت کرد. حاضر ما چی؟ دوستون پلا میریم تاکی زن ما میریم یا که فکری فرزند ما نمیکنیم، فکری اچه فکری مادر از کجاست؟ در ما فکری مادر از کجاست؟ خوش به حال آنهایی که مادر را حرمت میکنند. خوش به حال آنهای باقی در امان الله.